روز کامل زندگی امیرحسین فیروزپور الان تو اردو چجوری میگذره؟ کی بیدار میشی؟ چقدر تمرین میکنی؟ اینو یه صبح تا شب تو بهم میگی. ما یه رو به 7 بیدار میشیم، 7 میریم صبحانه، بعد برمیگردیم اتاقامون تقریبا تا ساعت 9:30 تمرینامون شروع میشه. یعنی بعد صبحانه هم نباید بخوابیم. 9:30 تمرینامون شروع میشه، تقریبا الان هم ساعت 12:30 تمرینام تموم شده، بریم اتاق دوش بگیریم. ساعت میشه کلو 1:30 میریم نهار، بعد برمیگردیم میایم یه استراحت میکنیم، دوباره حدود ساعت 4 اینا برمیگردیم میایم تمرین. بعد 8 بعد تمرین هم میریم یه استخر و دوش و ریکاوری، بعدش میریم شام. ساعت 9 هم گوشی‌ها رو تحویل میدیم، 10 میخوریم. 9 گوشی رو تحویل میدین یا میگیرین؟ نه تحویل میدیم. 9 تحویل میدین. کسی هست که نده تحویل نده گوشی؟ اصلا گوشی دوم تحویل نده. یعنی گوشی دومی وجود نداره. ما خیالمون راحته که یه گوشیه دیگه. یه گوشی اگه 2 تا داشته باشه باید تحویل.